اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به کوهی استبق گشتم، عجب سبز و خرامان است. به پایینش نظر کردم که صد افسوس ارمان است. که این یک پارچه زیبا، این سبز رنا، ز دست ناکسان وقت چگونه خار و ویران است. که بود این قوم پشغور به علم معرفت مشهور، ولی اکنون جوانانش ز کم نام پریشان است. که شاه عبدال، سدحیا، بشیر و ظاهر دانا، برفتن از میان ما، نشانانشان به زندان است. قمندان نام آور چه اسحاق و امین باشد، شجاعت داشتن بی همتا که مهرشان در جان است. ز اخلاق و نیکو گویم قمندان شاقا دارد، رفیقای صمیمیش که طارق و بلندخوان است. که سیف الدین اسلام در تجارت کرده اند پیشرفت، قمندان بوده اند سابق، ظهورشان به دوران است. علمای جهید ما که ملا سنت الله است، خطیب و عالم و قاضی آقایش از شهیدان است. و پیر معرفت بنگر به خارو جایگاه دارد، مریدان دارد و بسیار که نامش شاه رحمان است. صمیم نام یاد باشد، جوان هم ملا باشد، به سن سال چندانش نشینش با بزرگان است. بگفتی یوسف یک بار حقیقت را ز دل بسیار، که این سرمایه در بازار لطف پاک سبحان است. خانقای دور احمدی.